کنسرت دوگانه خانم نغمه با آقای منگل آیا حقیقت است؟ دلیل اجرای این کنسرت چیست؟ آقای منگل کجاست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. خانم نغمه و آقای منگل از جمله بهترین هنرمندان کشور ماست و زبان زد همه افغان ها. اولین ازدواج خانم نغمه با آقای منگل بود. بعد از ناسازگاری هایی که در زندگیشان به وجود آمد، در سال 2006 از هم دیگر جدا شدند و خانم نغمه بعد از جدایی با آقای منگل آهنگ های زیاده و ویدیو کلیپ های زیاده نشر کرد. خانم نغمه ازدواج دوم داشته و در شهر زیبای لندن زندگی می کند. آقای منگل بعد از جدایی از خانم نغمه دیگر آوازخوانی را ترک گفته است، ولی بعضی اوقات از درد جدایی نغمه آهنگ‌های عاشقانه‌ای می‌سراید. آقای منگل ازدواج دوم نداشته است. منگل در یکی از برنامه‌های تلویزیونی چنان بیان کرده است: نغمه اولین و آخرین عشقم خواهد بود و شب‌ها و روزها در فراق نغمه اشک می‌ریزم. اما خانم نغمه در مقابل این حرف‌های آقای منگل هیچ کدام واکنش نشان نداده است. داماد خانم نغمه شفیق مرید می باشد که شفیق مرید هم از جمله هنرمندان شناخته شده افغانستان است و بیشتر آهنگ‌های شفیق مرید میهنی است. خانم نغمه دو نواسه دارد و فعلا مصروف زندگی خود در کشور لندن می باشد. در این اواخر کنسرت‌های مختلف در شهرهای مختلف امریکا خانم نغمه برگزار کرده است و قرار بگو مگوهای مردم و نزدیکان خانم نغمه با آقای منگل خواسته کنسرت دوگانه را در شهر کالیفرنیای امریکا برگزار کند، اما تاکنون در مورد زمان دقیق برگزاری این کنسرت چیز بیان نکرده است. امیدوارم این کنسرت برای همه علاقمندان این دو هنرمند جالب و پرخاطره بگذرد. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. خوشحالم که ویدیوهای من را بیننده هستید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.